شوهری من 4 ماه شد گذاشتنشونم. وقتی که شوهر میموره نکاح بس مبین به نیست میشوه. به کدام مقصد؟ من مثلا هر خیلی گپا میفهمیدم. خواهرم شوهر شما مرد و رفته است، از دست وای هیچ کار نمی آید دیگر. وای مرد و رفت، اما گفتید من یکی سر قبرش میرم، هیچ بوکی ندارد بروید. و از درون قبر از شما بیرون هستید، نکاح بریده می شود نمی شود، الکه و آدم مرده است و آدم مرد و رفت. مثلا در مذهب ابو حنیفه نباید به نزد شوهر روی، نکاح بریده می شود، گپ ها میگویند، در حالی که مثلا چندین بار این رو گفته گذاشتیم که حضرت فاطمه رو حضرت علی میشویند. به قبرش اگر یکی رفتید گناهگار نمیشوید. و شما اگر شوهرتان مرده است، خویش و تبار شوهرتان صله رحمی فرزندان هستند، باید با آنها صحبت داشته باشید، معامله داشته باشید. و من صغیره دار هستم، انا میتونم صدقه کنم؟ میتوانید. چی باک دارد؟ صدقه رو همه کرده میتوانند، همه.